با خدای خویش باش. جوان دختری یتیمی که بجز مادرش کسی نداشت شوهر کرد. بدبختانه شوهرش نهایت مرد درشت خوی بود و در حق این زن ظلم و ستم میکرد. اهل عائله شوهرش نیز با او معامله خوب نمیکردند. شب و روز مثل خدمتگار کار میکرد. دشنام میشنید، اذیت میدید، حتی او را میزدند. زنی بیچاره از این همه به تنگ آمده با یگانه شخص عزیز و نزدیکش مادرش شکایت میکرد. از دست زنی بیچاره چی هم می آمد. مادرش همراه دخترش گریه می کرد و او را تسلی می داد. بدین منوال 10 سال سپری گشت. روزی مادر این زنی ستم دیده بیمار وزنین شد و حس کرد که به عمرش روزهای بشمار ماندند. زن گریه کرد و گفت: تو یگانه کسی بودی که رازم را می شنیده و دلبرداریم می کردی. مادر او را تسلی داد: اگر پس از مرگ من دلت تنگ شد به خانه‌ام بیا، چند رکعت نماز بخوان و سجده بکن و درد دلت را به الله مهربان بگوی. مادر از عالم چشم پوشید. پس از گور و چوب مادر، زنی بیچاره به یگانه رازدان و تسلی دهنده خویش ماند. از روی وصیت مادر همیشه وقتی که دلش تنگ می شد به خانه مادر می آمد، نماز می گذاشت و به خدای مهربان درد دل می گفت. این همه رفت و آمدهایش به دل مادر شوهرش آتش افکند. این زنی تو نغمه های نو برآورده است. در هر 3 روز به خانه بی صاحب مادرش می رود. از این سوی مایوس و خسته می رود و از آن جای خوشنود و خوشحال بر می گردد. شاید خوشداری یافته است، با خبر شو، گفت خوشدامن به شوهر زن. به دل شوهر نیز آتش افتاد. روزی شوهر از پس زنش پاییده پاییده به حوله مادر او رفت. دید که همسرش طهارت کرد و به نماز آغازید. در انجام نماز بی صدا به در نزدیک شد و گوش داد و شنید که زن میگوید: پروردگارا، شوهرم را هدایت کن، اهل عائله‌اش را هدایت کن، آنها مرا اذیت میدهند. به قلب شوهرم مهر انداز، رحم انداز خدای من او را دوست می‌دارم، ولی هیچ گاهی از او سخنان پرمهر نشنیدم. من او را میبخشم خدایا، تو هم او را ببخش. با شنیدن این سخنان شوهر زن به گریه آغاز کرد. به نزد زن آمد و او را آغوش کرد و از او عذر خواست و وعده داد که دیگر هیچگاه دل او را نخواهد آزرد. زن و شوهر خوش و خوشحال به خانه برگشتند. همان شب زن در خواب دید که شخصی به او میگوید: 10 سال به مادرت که نزدیکترین شخص در حیاتت بود شکایت بردی، اما او نتوانست کاری بکند. 1 ماه به الله خود نیاز بردی و عبادت کردی. ببین که زندگیت به بهترین نحو تغییر یافت. سبحان الله، با خدای خویش باش.